شما مرا شرمنده کردنی. شما در همین زندگی برای من چیکار کردین که من خوشحال باشم؟ من که هیچ زیستم ندارم به صدای نرم تو زندگی مردک؟ ای مردک اولا بای او کدمانتونه یک طرف پرتین خونه او چند مهمونی دعوت کردگیان بیا تیار شو میریم خونه او چند مایلی یا بگی خواهد دستر ما بشو میریم خطان را ونگیرین مردک ما کارون بسیار های ما آرا و تارا میکنم همین زنک همین قدر ما هم مهربونی میکنم همین قدر کوشش میکنیم که همین زندگی خوب گذره مردک؟ مادر، ولی شما تیار نشدین. من یک ساعت کاسمتیکا کردم، اورو تورو کردم. شما زیاد تیار نشدین. من تیارم چیکار کردم؟ شما همین فوتبولکاتون دهم مراتبه شاید که خونه ما رفتن دمی پوشین. شما مرا شرمنده کردنی. زنک ندارم چیکار کنم؟ من یک تا دارم. خونه شما در لباسی مرا نگاه میکنی مرا. اگر به همین لباستون رفتنی باشه خوبش نرین. برین درونی همون زمینتون و همون کدمانتون گیرین اکفای کاربار زمینتون شاید. زیب شما همون زمین ایو همون کدمان و همون کاربار زمین. من میرم یک تاکسی را زکاس میکنم خودم تا کامیرم خونه رو چم. فهمیدین مردم؟ Burada kişiler gidesin benim blok gidiyor. Gel şansa baço. Ben blok kapı gibi yok. O zaminun. Ha baço bu amna kudayım yok. Ne baço? Kesin ben blok. Zanak. O zanak. لابا مردک؟ Ya çöğe hava biyor ku. آزی Bas ver. Rahmat. Çok kadar bu seni kavaklı doktorgi bakalım işte. چه چو کرده مردم؟ شما در همین زندگی برای من چی کار کردین که من خوشحال باشم؟ شما در همین زندگی برای من چی کردین که من خرسند باشم؟ دوستان عزیز یک لحظه بعد خدمت خواهران مدیران و پجانکم میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده که شما ایخوناتون نمیبرین توسط همون تلفن دستیان در خانه نشسته کودکاتون نگاه کرده کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش میبرین در یک مکان کم 3000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست میارین برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان‌های خارجی را دانستن لازم نیست دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین اپای خونه‌نشین میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی یا کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونین کار کنین فقط در یک روز 2 ساعت 3 ساعت وقتتون صرف میکنین و هر ماه معاش خوبی به دست میارین برای به کار قبول شدن هیچ کاره پول نمیتین فقط رقم‌های بالای اکران دایرکت شرکت فابریک اپای روبیابانو در اینومی دودرکتون رجبالی ابراهیمی مراجعت میکنین اپای ما تمام نازکی‌های کارا نقطه به نقطه شما را میفهمونه یاد میده و شما را میتونین رنگ همه اپاجانی ما در آینده مبلغ‌های خوبی به دست بیارین بعد نگفتنمون در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی‌ها داره 21 روز پس اپای ما معاش میگیرین غیر معاش هر ماه تحفه میگیرین غیر تحفه وقتی شما 2 ماه 3 ماه کار میکنین و از دایرکتور شرکت فابریک میشین در این حالت 20000 تومانی شما را شرکت فابریک تحفه میده این چونین یک چاله اطلاع دیگه ایجانبی یعنی استارش دایرکتور اپای روبیابانو میگردین برای همین حرکت کنین دوستان عزیز کار یاد بگیرین بفهمین
و شرکت فابلیک یعنی سرتیفیکات 100% حلال داره. بعد برای یک مثال دیگه تولد هر یک فرزند تو شما را شرکت فابلیک با 10800 سومانی دیگه تحفه میده. برای همین حرکت کنین، بنویسین اپاجونی من در واتساپش، کار کنین، زندگی را پیش برین. شما در همین زندگی برای من چی کار کردین که من خوشحال باشم؟ شما در همین زندگی برای من چی کردین که من خرسند باشم؟ شما در زاد روزی من غیر یک گلی پژمرده دیگه یک گم چیز دیگه خریدگی نیستین مردک. شما در همین 2 سال زندگیمون برای من یک کرتای قیمت خریدگین. ها مردک؟ در کجای یک کرتای 20 ما، 30 ما، 10 ما را میبینین همو را برای من میخرین میبیورین. شما برای من در زندگی نه چاله، نه گوشوار، نه گردنبند یگان چی خریدگی نیستین مردک. ترنگی مردک روی همسایه ننگ نموس ندار، کار کنی چیزایی میخواستگی ما بخریم. گوش بزنم، خودت میدونی که من در نمی قدر گرمی کار کردیستم، ننگ دارم، ناموس دارم. آدم بیناموس و بیننگ در این قدر گرمی کار نمیکنم. همه نمی مهنت های ما، همه نمی زحمت های ما برای تن، برای خوشبخت بودن، برای بهترین بودن زندگی ما. انشالله که از 3 روز پس پولم میگیرم، من تا در سورپریزی بهترین میکنم. 100% ما باور دارم که تا محقول میشم. برای همین معامله خشوع بکن. یک حیات عصبی بدن این زندگی نیست، این خوشحالی نیست. میای در وقت گوش من لا 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 من دیگه چیکار کردم من نمیدونم. برای همین من خواهش میکنم اگر که بفورد زندگی خوب داشته باشی معامله تنهاست. میبینی مردک؟ میبینی مردک؟ من برام که کارو شروع بدم. مردک آمدین؟ آمدیم. چه کردین؟ دستی خالی اومدین؟ کجا شدو وعدای دادگیتون؟ کجا شدو میگفتین سورپریز تان دارم، یک سورپریز دارم که فراموش کردن نمیتونی؟ کجا شدو سورپریز میگفتگیتون؟ گفتین مردی بننگم، مردی بناموسم، مردی بننگ بناموس، مردی بننگ بناموس هر یک وعده میتیه وعدش دا وفا میکنه. مردک لوزش حلولای میگن. کجا شد او لوزه که شما کرده بودین؟ ها مردک؟ من گفته بودم که شما با هم خیلی میکنین. من میدونستم که با شما هم خیلی میکنین. خوش کن زنک، من در وعده وفا کردم میتونم. من میدونم که تو در وعده داده بودم که سورپریزی کلانت میکنم. در زود روزش یا سورپریزی بهترین میکنم که محقول میشم. یکی همین روز 2 ساعت پیش مادر من جراحی کردم، همه پولای کارتگیر دامو صرف کردم. برزم اجرام رفتم 5000 تومان که قرض گرفتم. ای مردک، اگر مادرتون جراحی نمیکردن با کی را بهونه میگفتین؟ با کی را بهونه میآوردین؟ ها؟ بهونه مادرتون شده؟ اگر جراحی مادرتون نمیشد با کی را بهونه میکردین؟ من فهمیدم که مردک شما مرا دوست نمیدارین. من فهمیدم که مردک من در نزد شما ذره قدر ندارم. یک برگه خوب گوش میزند. تو اگر در پیش ما قدر نمیداشتی، ما اگر تو را دوست نمیداشتم، بگی من چام از منه. چه که زنیسته لبای. و علیکم السلام. میشود تنش خوب؟ چی گپ های؟ خوب گپ نیست های. با کجا بیام؟ تمام تمام. باز 20 minut پس میرسیم انشالله.
агар ту дар пеши ман қадр намедоштӣ, агар ман туро дӯст намедоштам, ин қадаре ки ман кор кардам, азоб кашидам, заҳмат кашидам, арақ резондам, агар ту дар назди ман қадр намедоштӣ, ман ҳамин пули кор кардагӣ ман дар модари ту сарф намекардам. дар беморхона модари ту ховай, модари ман нест. чӣ? ба ҳамин хотир гапа кам кун, либосота ҳалиш кун, беморхона мерем. Раҷабали Ибронӣ.